سلام دوستان، همونجوری که قولشو بهتون داده بودم اومدم تا روش به دست آوردن سرمایه اولیه برای ترید رو بهتون آموزش بدم. پس تا آخر این ویدیو با هم همراه باشیم. خب دوستان، اول از همه این نکته رو بهتون بگم که شما با روشی که قراره بهتون آموزش بدم ممکن اصلا هیچ بونوسی دریافت نکنید، ولی حالا خود من با 4 تا کارت ملی که تست کردم با 3 تاش دریافت کردم. حالا طبق تستایی که کردم و نکاتی که قراره بهتون بگم، اگه این نکات رو ریز بریز اجرا کنید به احتمال خیلی زیاد شما هم بونوس اولیه برای ترید رو به صورت رایگان دریافت کنید. بریم سراغ آموزش. برای این کار فقط به یک کارت ملی و یک سیم کارت که به اسم دارنده کارت ملی باید باشه نیاز داریم. اول از همه بهتر است که با یه VPN خوب و لوکیشن آلمان یا آمریکا کارمون رو شروع کنیم. درسته این سایت هیچ محدودیتی برای ایرانیا نداره، ولی من پیشنهاد میکنم با یه VPN خوب حداقل فرآیند ثبت نام رو طی کنیم که شانسمون برای دریافت بونوس رایگان خیلی بیشتر میشه. اینطوری خیلی خوب، بریم رو صفحه برای ادامه روند آموزش. VPNمون روشنه، وارد کانال تلگرام میشیم. البته شما میتونید لینک رو از پایین همین ویدیو بردارید. دقت کنید که حتما باید با کد رفرال و لینک رفرال وارد سایت شید و ثبت نام کنید تا شانستون واسه دریافت بونوس خیلی بیشتره. اینجوری وارد کانال تلگرام میشیم و میزنیم روی لینک و وارد لینک میشیم. با یه همچین صحنه مواجه میشیم. شما واسه این که ببینید وقتی که این ویدیو رو تماشا میکنید هنوز ایونتی واسه ریواردش هست و هنوز پاداش به کار براش میده این صرافی یا نه تموم شده. چون این ویدیو الان دارید میبینید و قبلا ضبط شده، واسه این که چک کنید ببینید آقا ایونت مونده یا نه، پایین روی گزینه ایونت سنتر میزنیم و نوشته نیو یوزر ریواردز. میایم پایین، میبینید که نوشته $100 برای ریجستر و ثبت نام در صرافیه، $100 واسه احراز هویت و تکمیل اطلاعات و حالا کلی بونوس دیگه که ما با اونا کاری نداریم، فعلا میخوایم اینا رو بگیریم. اینجا چون با VPN خوب و IP اوکی اومدیم توی سایت به ما $200 نشون میده، ولی وقتی با کارت ملی و مدارک خود ایرانیمون اومدیم ثبت نام کنیم $70 بهمون میده. حالا چک کردیم دیدیم اوکی، یه مرحله برمیگردیم عقب و با ایمیلمون ثبت نام میکنیم. خیلی خوب، تو قسمت ایمیل ما با موبایل کاری نداریم. با قسمت ایمیل خودمون رو وارد میکنیم، یه رمز هم براش میذاریم و این تیک پایینی هم حتما فعال میکنیم. روی گزینه ساین اپ که بزنیم میاد ازمون یه تسک میخواد. خب ما این تسک رو اول قلب و تیشرت و این یکی اوکی میزنیم و خیلی خوب ثبت نام ما رو قبول میکنه و یه ایمیلی برامون میفرسته. کدی که برامون فرستاد و وارد میکنیم و تمام. الان تونستیم حساب خودمون رو ایجاد کنیم. واسه این که بتونیم بقیه روند رو بریم، ببینید آورد که $50 ریجستره، $20 پر کردن اطلاعات و بقیه. ما بخوایم حالا احراز هویت کنیم با کارت ملی، باید حتما برنامه‌ش رو دانلود کنیم. بس اینکه برنامه‌اش دانلود کنیم میتونیم از همین سایت هم دریافت کنیم. میتونیم بریم از توی گوگل پلی یا اگه آیفون دارید از اپ استور دانلود کنیم. خیلی خوب، وقتی برنامه رو دانلود کردیم وارد برنامه که میشیم با همچین صحنه‌ای مواجه میشیم. واسه اینکه وارد اکانتی که ساختیم بشیم روی گزینه لاگین میزنیم با قسمت ایمیل و ایمیلی که باهاش ثبت نام کردیم وارد میکنیم. پسوردمون رو میدیم. دوباره فکر کنم برامون کد بفرسته و با تایید کد وارد اکانت ایجاد شدهمون میریم. من کد رو بگیرم و ادامه ویدیو. کدمون رو گرفتیم و وارد میکنیم و وارد اکانتمون شدیم. میبینیم که هیچ موجودی نداریم و واسه این که بخوایم
ببینیم جایزمون در چه وضعیت. روی گزینه ریواردز میزنیم، دقیقا وارد همونجا میشه که تو سایت واردش میشد. بله، نوشته که ادامه برای احراز هویت و وارد کردن شماره تلفن. ما بخوایم احراز هویت کنیم میتونیم از همونجا روش بزنیم، میتونیم بیایم از این قسمت توی پروفایلمون و روی گزینه وریفای بزنیم تا وارد همینجا بشه. واسه وریفای کردن و احراز هویت میاین توی این قسمت و سرچ میکنیم، میگه که با کدوم کشور میخواین احراز هویت کنید و با مدارک کدوم کشور میخواین احراز هویت کنید. ما مینویسیم ایران و میگه که با چی میخوای احراز هویت کنی، آیدی کارت یا همون کارت ملیمون رو میزنیم. نوشته لاست نیم. دقت کنید تو لاست نیم حتما اسم و نام خانوادگی که میخواین بزنید به فارسی باشه. مثلا اینجا اولی لاست نیم یعنی نام خانوادگی من وارد میکنم و فرست نیم اسم دارنده کارت ملی رو میزنیم. اینجا نوشته که کارت ملی، شماره کارت یعنی همین شماره ملی که داریم رو وارد میکنیم. من وارد کنم و تاریخ. دقت کنید واسه این که تاریخ تولد خودمون رو داشته باشیم، چون تاریخ تولدهای ما به شمسیه و نمیتونیم خودمون تبدیل کنیم به قمری، وارد سایت کروم میشیم و اینجا می نویسیم تبدیل تاریخ. ببخشید ویدیو قطع شد. میزنیم توی گوگل تبدیل تاریخ شمسی به میلادی و اولین سایتی که میاره رو باز میکنیم. اینجا متولد هر چند که هستیم، مثلا این مورد 1358 فروردین و یک تبدیل که میکنیم میاره که بله اشتباه زدم، 1357 1979 23 و اینجا میایم 1979 درسته، بله سپتامبر 23 و کامپیوتر رو میزنیم و ادامه. اینجا میگه که عکس مدارک خودتون رو باید آپلود کنید. روی اولی میزنیم و توی کادری که میخواد دقیقا همون کارت ملی رو اسکن میکنیم. من کارت ملی رو اسکن کنم. دقت کنید که دقیقا این خودش باشه. خب دوستان، ما اینجا عکس‌ها رو گرفتیم و آپلود کردیم. روی گزینه سابمیت میزنیم و اینجا میگه تا 24 ساعت نتیجه احراز هویت شما معلوم میشه. بعد اینجا روی گزینه وریفای که بزنیم نوشته آندر ریویو، یعنی تحت بررسیه که ببینه هویت ما برای دریافت بونوس اوکی هست و کارت ملی و با بقیه اطلاعات چک میکنه. باید بعدش بیایم شماره موبایلمون رو لینک کنیم. حالا هر وقت که این احراز هویت ما تموم شد و تایید شد میگه که بیا شماره تلفنتو لینک کن و بعد دریافت بونوس بعد 24 ساعت به حساب شما واریز میشه. حالا اگه SMS صبر میکنم تا اون قسمت موبایلش بیاد برام و براتون ادامه ویدیو رو میذارم. خب دوستان، آموزش ما اینجا تموم شد. واسه اینکه بتونیم جوایزمون رو به صورت تتر دریافت کنیم، اول باید منتظر باشیم که احراز هویت ما رو تایید کنه. بعد که تایید کرد خودش میاد میگه شماره تلفنتو متصل کن. شماره تلفن به اسم همون کد ملی رو واردش میکنیم و سپس وقتی که دریافت کردیم اینا رو، حالا ما اینو چطوری برداشت کنیم هم بهتون میگم. برداشتش و انجام کاراش میتونی باش ترید کنی، حالا میتونی هم برداشت کنی. بقیه سوالی چیزی داشتید، هر جای گیر کردید توی تلگرام
من آیدی خودم رو میذارم، بیاید ازم بپرسید تا جایی که بتونم کمکتون میکنم. و البته واسه برداشتش هم دوباره ویدیو ضبط میکنم. برداشتش به این راحتی ها نیست، باید باش ترید کنید، پول به دست بیارید و سودتون رو برداشت کنید. و توی کانال تلگرام هم قراره تو آینده واسه اینکه 70 دلارمون رو افزایش بدیم و سودمون رو برداشت کنیم، حالا آموزش و سیگنال هایی رو میدم براتون که بتونید هرچه راحت تر و سریعتر، حالا هر چقدر بسته به میزان بازار و شرایط، سود بگیریم از بازار و برداشت کنیم پولمون رو.